آقا سلام علیکم. اومدیم رامن درست کنیم برو. چی؟ اومدیم رامن درست کنیم برو بریم. رامین چیه؟ آقا اومدیم اصلا بگو چیه اسکول؟ نودله همون نودله. آقا اومدیم رامن درست کنیم. خب بالاخره عشق تیم ماه. رامن غذای محبوب توی ژاپن. رضایان رامن غذای محبوب توی ژاپنه که غذای محبوب ناروتو هم هست. خب برای شروعش چی میخوای؟ نودل قابلاما هوی بعد دیگه نمک فلفل پیاز تخم تویخ گوجه. حتی همون رو ببین آقا اصلش روبه ما بودجه‌مون کمه دیگه در فقارت. خب اول بعد بگیم نودل رو بذاریم بپزه پر کن. آب بریزم؟ آره خودت کن پیرنت کن دیدوش خیلی نریختی؟ نه فکر نمی‌کنم مطمئنم بلد نیستی. سس بگیرش بگیر چیو بگیرم بگیره گاز داریم بگیرش هی آروم که مریض. که واه گاز میاد. کم میگه. آره کم کن. آقا اسپانسر نمیگیریم مرده. کیه اسپانسر؟ اسپانسر نداریم. کیه؟ هات نودل. آقا اسپانسر نمیگیریم. هات نودله؟ آقا پول میدی؟ بیا دایره حساب کن. باز نشد. واقعا اما بده من بازکام قویم. آقا جامون عوض شد. باز نمیشه. بودی چیو کن جلاخه باز شد. خب دیگه باز نمیشه. آب سوخت. اونا هم بریز حیفه تو نمیتونیم بخوریم. اصلا مزه چی بود؟ مرغ. خوبه مرغ وقتی میفهمه ما داریم میگیم مرغ. طبیعت که نودل اینجاست. طبیعته؟ طبیعت سلام دوباره باید کرد. اسکار اون پرژاک به نصف نودل رو ریختید. منو بگیر استانبولی. آقا این بعد بیاریم پایین هویجینا خورد کنیم. آقا چیز بدید. آقا چی قاشق کار بدید. نه بابا چنگل داریم. چاقو اونجاست. اونجا چاقو. همین آبشو نمیشه بگی. دوستان از این همه خیلی خوش فقط متاسفانه اروما نگاه نکنید اینا رو. آره برید خودتو آموزش ببینید دیگه. میشه گوشتو بیاری بگی ده چجوریه؟ گوشتو بیار ببینن چه شکلی غذاه. گوشتو من نه دیگه راست میگه. اگه نذاشتم چی؟ باید بذاری. این نودلر چیکار کنم؟ امینه. آقا بده من رنده کنم. ازت میخوام فقط فیلم درست تو دوربینو یه دقیقه نگاه کن. سخنت کن لبت کن دهنت کن بدن آقا همه چی جمعه. آقا خطه درست میشه. دیگه آینه آمنه. اون چی بود؟ کفرم و گوزید باز که خاموشی از خدا نقار میخوام درد فراموشی. اینجوری رنده میکنه. اینو میبینید غذای گوسفند. آجی الان چیز شد شعله زد بالا خیلی بد بود. سیرشو ببین. منم در این علامت در این حرکت نجات یه نفر ساکت شو. آتش در این نشانی. حرکت نجات یه دونه یخ برداشتم و ریختم توش. چگونه خونه خود آتیشش زنید اختیاری. ماشاءالله. هانی جا پای چی درست کن گو مزه گم کن. چاقو میخوای هم بزنی؟ حالی تخم مرغا رو الان نمیذاری؟ بچه اگر خوب شد هانی آشپز، اگه خوب نشد هانی اسطوره. اوه مزه پیاز میده اون زیر. تو که نمیفهمی. تو اندانم هستیم. با همین میگه میخوام. خیلی زیاده کم میشون. بچه آتیشه چه گود بود ولی پشمام ریخ ولی گود بود. اینه سگ ترزیدی تو. خاموشش همین اینجوری کم من گفتم خاموش کن. من موقع چیزی نیم مرد. آقا این حرکت رو دیدین تو سیک اینجوری میندازه؟ بی تست کنی. نه نمیخواد بیا همینو بنداز. نه الان که زوده. بنداز دیگه. ای نوری سیاره ای نوری ما سیاره. مرحله بعدی
یه قاشق رو به فرنگی چش درست کردیم اما تا دیدنمون هویج بشه سرویس برای شد. یا کاربران در قرارداد واسه البته بابا نه با همین خوبه 2 دقیقه دیگه بعد بشورمش بعد بزنیم تخم مرغو نه آبش هم بخوریم نه به قرآن به موقع میساقی میدونم میخورم. اینم تا حالا نودل که خوردم بس نیست پختشا بیا هیچ کف میکنه واه ای سوال این اگه همینجوری بندازیم احتمالا میشکنه چیز پوست تخم مرغ میره تو غذا من پیج پس بودی خوش بده واه باجی داشت دقیقا گفتی یه مقابله بزرگتر می آوردم خوب خوبه بیا بگیر من ظرفا رو بجورم خدا قرچی قشنگیه به تو داده خدا قرچی دارنگیه به تو داده سیاره اینوری سیاره اینوری من سیاره بلا حاجی ما نه همه چیزشو داشتیم آقای برو اون بر ما هیچی اصلیشو نداشتیم نه سس سویا داشتیم نه چیز اسمش نه بابا اومد عالی من چرا این میدونم جلو اون چطور دارم خوشی میزنم زمین به تو داده خودت گل پیرنت گل سخنت گل لبت کتبان بزنیم چی شد داشت اینجا همون استانبولی اینجا همون استانبولیه چرا بو مرغ میده چون نودلمون مرغ بود بو تخم مرغ میده آجی ولی مثل اون انیمه نشد به خاطر اینکه اون سس سویا مناطق محروم به خاطر اینکه سس سویا بود تو مناطق محروم رو به گوجه میریزن ما همونم نریزیم آبش هم باید بدی این آقایان میسازیم آبش چجوری بریزن تو کاسه بریز هی بریز تو کاسه چجوری تو کاسه بریزن آبش کم اومد اونو بیار آبشو بده آقای میساقی آبش هم زیاد خوب نیست خوشمزه نیست اون قدر وای نریزی رو دستم آفرین بدترین فیلم برداری عمرمو گرفتم اسم خیلی بد فیلم گرفتم موره سعیه اول دستمون رو میشوریم و میبندیم حسین جان تست کن تو اول یا بعد سس سویا میریختیم یا رو ما هیچ کدومو نداشتیم آره. تست کن شما نخورید شدون؟ نه هنوز اول تو تست کن ببین یا بعد توش سس سویا میریختیم یا چی بازه گو تخم مرغشو که نخور خیلی زود باش دیر میشه چی بود بگو آبش خیلی خوشمزه است میگم من خوردم آبشو بدم آقای میسا آره 10 بار گفت چجوریه این با سس سویا خیلی خوشمزه میشه چون خوبه ببین این با سس سویا خیلی خوب میشه به خاطر اینکه نداشتم با دوست چی من پیازچه میریختیم اونم نداشت آره اونم پیاز هیچی نداشتیم اصلا خوده این با مناطق محرومی بود آبش خوشمزه است